خیلی اعتراض میکنین. بله. چرا اینقدر اعتراض میکنین؟ ببینید من اگه این زبونمو میبستم جناب مدیری مثل شما به 500 میلیارد میگفتم پول خورد و سه شنبه هم با عزتون میرفتم طرف شما با عزتون میزدم جوج بدون نوشابه. کشور من ثروتمند نیست، کشور من سوپر ثروتمنده. ما منابع گاز، نفت، سنگ، مس و همه اینا رو بریزید دور. خاک کشور من طلاست. از اون طرف جوونای من سوپر طلان. متاسفانه ما این سوپر طلا رو پودرشون میکنیم. بعد کشورهای دیگه جووناشون که مثل چوبن تبدیل به استعداد میکنن. من تو خیابون میرن خیال میکنم من وزیر کارم. جوونا از من کار میخوان. کار یعنی چی؟ به خدا با پتک بزنه تو سر من خیلی بهتره. تو یه جوون از من کار بخواد من نتونم براش کاری انجام بدم. ما توی این مملکت داریم میتونیم، اما متاسفانه جای من و شما عوض شده.